Mamam parto. Parto. Vay taraf. Jak taraf isto? Salam alaikum. Khair, ravas pay koracha. جون مرا چقدر دیگر اینجا نگاه می‌دارد. خاموش. بعدی بر اومدن بعد میفهمی. با تو گفتم خاموش. کودکی بیچاره رو اینقدر نترسانید. دخترم گریه نکن. آدمی گفته گرد نآمد. باز چقدر باید منتظر شویم؟ بعد 1 ساعت میآید. بعد 1-2 ساعت خورسندی رو قید میکنیم. دم این کودک رو گیر. من حاضر می آیم. جانکم همش میگذرد. باورم کن. به چشمانم نگاه کن. از اینجا یک جای میبرایم. التجا میکنم گریه نکن. مایلا شپا جون. من خبر میدیم. عملیات را آغاز کنید. مرکز شما را گوش میکنند. با ما خبر فوری از مقامات داخلی آمد که عملیات تروریستی می شود. در سراغه محله خانشین، کوچه 39، خانه 4. گروه تروریستی تصمیم گرفته است که در بین 1-2 ساعت در مکانی که تا حاضر معلوم نیست حمله تروریستی میگذرانند. آنها تجهیزات ترکننده پر اقتدار را استفاده میکنند. برای دقت همگان را جلب کردن و اغوا انداختن، آنها مرکز شهر و جایهای سیر آدم را زیر هدف قرار دادند. نقشه نباید ویران شود. یگان آلیسه ناخوشی رخ دهد. این تگمچه را زیر میکنی.
تجهیزات ترکنده رو در کجا گذارم؟ چی این دختر چرا بهوده دستگیر کردین؟ با گردنش آویزان کرده روانش میکنی. بیچاره کودک جا با جا میمورد. با من میشود این کار رو با عهده تو نمیگذاشتم، زیرا که تو رو نمیشناسم. لیکن اکای جمال تو رو بسیار تعریف کرد. من برای این دعوا جانم را فدا میکنم. درست میگوید اکای جمال شناسی خوبی من میباشد. من این آدم ها را به عهده خود میگیرم. با بینای مرکز سودا همچون کارگری آنجا میدرویی. بعد آدمی ما مکان لازمه رو با تو میگوید. مایلش. با آدمی در درون بوده گپ زن که پسر این کودک بیهوده داد و فریاد نزند. کودک چی را میفهمه؟ گریه کردن میگیره. تو کار خودت را کن. زود لباست را پوش. همینجا پوشم. در درون میپوشم. خدا مددگارتان شود. کنی این را بخوان. من خونده نمیتونم. تو بخوان. زودتر خون. علی جون، پسرم، مادرت قربانی تو شود. چشمانم از گریه نابینا گشتند. چند بهاری عمر گذشت، از رهپایی و گریه چشمانم نابینا گشتند. محمد به من گفت که تو نامه را نویس، من برده به علی میرسانم. حالا من بیمارم، هیچ کس چی بودن تقدیر الهی را نمیداند، اما به گمانم عمرم به شمار مانده است. میخواستم پیش از مرگم تو را به آغوش بگیرم و ببوسم. بی صبرانه انتظار تویم، مادری زارت. نگذشت. خوب نشدی؟ میگذرد دخترم، تو فقط نترس. پدرم زنگ زدم اما جواب نداد مادر جان. دخترم، پدرت از ما دیده کارهای مهمتر دارد. همش خوب می شود. با من یک پیاله آب بیار. حاضر مادر جان. بیا از اینجا میرویم. چند سال شد که مادرم را ندیدم. اگر من را بیند شاید نشناسد. بس بیا میرویم. علی، اوی برای رفتنمون اجازت میدهند؟ میگریزیم. بعد این همه عذابها در جای دلخواهمون زندگی میکنیم. من به گفته های تو راضی هستم. به خاطر تو اینجایم. بگذار گفته تو شود. آخر من از جانم بیزار شدم. امشب میگریزیم تا از این عذاب خلاص شویم. بله، میگریزیم.
گریخته به خونه همون میرویم. ما هم انسان بر این زندگی میکنیم. علی تو باغچه رو پاسبانی کن، من نزدیک کودک میرم. شروع میکنیم. شما از آن طرف. رفیقان باید با دقت باشید. در درون یک زن از مقامات و یک دختر 8 ساله می باشد. هرگز به فرمان بالا نپرانید. اگر لازم شود جان ما رو فدا میکنیم، لیکن به فرمان بالا نپرانید. کار را آغاز میکنیم. نوبت شما. بعد از 2 دقیقه در آنجا میشوم. برادران احتیاط باشید. و شما باوری دارم. تلفن ها رو خاموش کردن لازم. عملیات به عهده توست تعریف. تشکر اکا. بعد از 2 دقیقه عملیات را سر میکنیم. سلیم رفتیم. خدا. دادا جان در کجایید؟ من چیکار کنم؟
اوف ای دخترم برای خوراک شام چه پختنت رو از من نپرس حالا وقتی سوال دادنت نیست چی شد دخترم چی شد دخترم ایست آرام شو کنی گپ زن چی شد آرام شو مادرم وقتی در بیهوش شدن دادا جان میترسم مایلش دخترم آرام شو ظریف در حال به خانه ما یک ماشین یاری تجاری روان کن چرا اکا بخیر است؟ اطاعت سردار دختر جانی عزیزی من حالا همراه تو پدر و دختر کاری خوبی رو به انجام میرسانه مایلش خواطر نشو برادر چشمانت ضرری جدی ندیدند صدقه های دادت شفاعت کردند کمی خیره میبینم خیلی دلیرانه رفتار کردی طاقت کن برادر نه بکار دود نزنند گفته خودم رو با بالاش پرتفتم سلیم تو از همینجا نظارت کن به یکان جای نرو فهمیدی؟ مایلش سردار فهمیدی ها؟ بله انا دیدی تشنه شده است تشنه مانده است حالش بد شده است حالا باشد تو از نزد مادرت دور نشو اما که دکترت در راه می باشد حاضر می رسد
لعنتی ها حمله میکنند. تعیناتی مخصوص آمده است. مادری هاتایم تعیناتی مخصوص آمد. حمله میکنند. و در اون در آمدن. در آنجا عارف و سلیم می باشند. با دقت شوید رفیقان، با دقت شوید. آی لعنتی ها، اگر مرد باشید به اینجا بیایید. دخترم من به تو دیرتر زنگ میزنم. دادا جان ایست خاموش نکنید. اوچه رو آبای همشیره مادرم آنجاست. نشان زنها را دور کنید، نباشد همه را میپرانم. در شوید گفتم، دف شوید. ظریف کناری است. برای اون که تو رو شنوم تیرپرانی رو بس کن. برای تو رو شنیدن پراندن رو قطع کن. دمت را گیر. با کی میگویم همه دف شوید. به قفا گفتم، به قفا. اول تیرپرانی رو بس کن. مسئولیت میدیم تیرپرانی رو بس کن. همه به قفا روند. نباشد این کودک را میکشم. به قفا. آقا اجازه ده او را پرانده نابود کنیم. کودک نمیشد من چیکار کردنم رو میدانستم. کارتال یک، کارتال دو. کارتال دو گوش میکند. مردم را هرچی زودتر محافظه کنید. فهما سر میکنیم. آقای عارف باز قهرمانی خود را نشان داده به درون می‌دراید. ما برای احتیاط مردم محله را خالی میکنیم. کار ما فقط محافظت است. زود باشد، سر میکنیم. عملیات را سر کنید. اطاعت سردارم. اکا داستان بسیار بد میخورد. وقتش رسید. صبر و طاقت نیست. تو در بطن مادرت چقدر صبر و طاقت کرده ای؟ یک دقیقه ایست برادر. صبر کن. عارف و سلیم در درون میباشند. کریم موقع آنها را گپ زن. من آنها را میبینم. آنها به درون در آمدند. آنها را به نشان گرفتم. اگر فرمان دهید او را میپرانم. فهما منتظر شو. رفیقان در درون میباشند. عارف زود شو. زود باش دوستم. برای دیدنی عزراییل فرصت هم نداری.
تو را راست به جهنم میفرستم. دختر را میکشم، کودک را میکشم. میکشم گفتم، میکشم کودک را. عبدالله ما شهید میشویم. اما تو چی میشوی؟ این را فکر نکردی؟ برای شان و شرفی تو مگر پیکره میگذارم؟ همین خیلی گمان نکنی قاتل. دختر را میکشم، دور شو که میکشم. گم شو که میپرونم. گم شو. برو میکوبی. خودش دیگم. همین ما را فروخته است. خواهیم. بسیار خوب. برای برآمدن او رو استفاده میکنم. هر دویشان رو با یکدیگر ببند. سلاح را پرتا گفتم. نباشد هم زن و هم دختر را میپرانی. نشونیدی سلاح را پرتا. پرتا سلاحات را گفتم. پرتا سلاحات را. پرتا. زنجیر را بیار. اینها را میبندیم. مایلش. کنی دستت را به من ده. دستت را گفتم. نمیشنوی؟ دستت را دراز کن دستت را. با کی میگویم؟ دراز کن. دراز کن. زودتر دستت را دراز کن. تمام کردم. زنی جسورتان و رمبوی قهرمانتان در دستی ما می باشد. شنیدید؟ اگر به قفا نروید هر دویشون میمورند. وای چی میگوید بالتا؟
وای ما میکنند اکا عارف سلیمان رو نیست میکنند. بسیار خوب، اما آدمی ما رو چخل فهمیدند. گفتن که زنی جسور شما در دست ماست. نباشد آنها را میکشم. کارتال 3 کارتال 1 گوش دارم برادر. اکا گفتشونی دارن. اکای عارف بازن دستهایشان بسته. سلیم رو میبینی؟ دیده نمیشود. التماس مادر جان، التجا میکنم با من بمون. نرم مادر جان، مرا تنها نگذار مادر جان. بیا جونکم، بیا مادرم رو تنها نمیگذارم. گریه نکن، مرا تنها گریه نکن، مادر صحت میشود. اکا بیا حمله کنیم، دیگر طاقت نیست. کار ما زیرکی را طلب میکند، احتیاط بودن را طلب میکند. هرگز به سراسیمگی راه نمیدیم. باید گفتشونید کنیم برادر. اگر به آدم های آنجا بوده ضرر رسد به نفع شما انجام نمییابد. با گفتشونید باید راه حل مسئله را یابیم. به این طرف گذاره. اسیران رو استفاده برده اونها رو 1-2 ساعت آواره میکنیم. تجهیزاتی ترکنده رو باشد از قسم قفا روان میکنه. تا عملیات عملی نشود از اینجا نمی روید. بسم الله. خام شو!
دخترم نه دخترم خیز زودتر دخترم نفس کش زودتر نفس کش دخترم زودتر سلیم در درون زخم برداشته است. آنجا بسیار خطرناک است. شما خوب هستید؟ ما خوبیم. نفس کش سلیم بدو شو من کشتم خودت رو بدست گیر از برای خودت رو بدست گیر چی کاری کردم من رو کشتم خودت رو بدست گیر من کشتم میفهمید من پروندم من پروندم سلیم آخر من رو کشتم سلیم برادرم من کشتم اون رو دخترم من کشتم اون رو سلیم خیز انا ببین زنده است خدا را شکر دخترم خوب هستی؟ نترس دخترم همش خوب گذشت دخترم به کتفش رسیده است شکر خدا که به کتفش رسیده است خیریت زنده ای آفرین به تو بسیار هم دختری جسور بودی آفرین دخترم سلیم کودک ها زنده اند یگان چیز نشده است خدا را شکر خدا را شکر زنده ای شکر که همش به خوبی انجامید دادم رو بیازنید اپای پولیس دادم رو دیدن میخوام با دادت خبر دادیم حاضر می آید مادر جان
مادر جون مادر جون مادر جون دادا جون دادا جون دختر جوانم دادا جون چرا ما رو تنها گذاشتید؟ نترس دخترم نترس دادا جون خداوند همراه ماست مادر جون مادر جون مادر جون دخترم جونکم سوله تو در کجا بودی؟ در کجا بودی؟ مادر جون آمدم جانکم در نزدم مادر جون گریه نکن دخترم مادرت خوب است گریه نکن حالا باشه درو به اتاقش میبریم ایلش گریه نکن همش خوب میشود کنی بچه ها زودتر بیایید بچه ها باشیم احتیاط در گل میز رو فرارد دقت باشه خوبم سلیم برادر همش خوب می شود انشالله همش نقص می شود با آسانی رها یافتیم تو غم نخور من صحت می شوم این دختر به نزد پدر و مادرش رفت برای من کافی است اگر اون میمرد من با این عذاب چگونه زندگی میکردم خیر میلش تو در این باره فکر نکن نباشد در تمام عملیات آن را فراموش نخواهی کرد عارف در کجاست؟ آنها را یک جای بردند شده نتوانستند به امنیت بردند خیر میلش سلامت باش آرام ببخش این نامه را از جیب یک تروریست گرفتم مادرش در غم و حسرت پسرش آب و ادا پسرش باشد چند مادر دیگر را از پسر محروم کرده است خدایا خداوند مادرش چی نوشته است عجایب هرچند تروریست است مادرش در فکر اوست باید درست‌تر تربیت میکرد در فکر فرزندش میشد آخرای بیزنی بیچاره چیست چی خیلی بیزنی بخشش عذر من گفتنی بودم که پسرش را باید آدم بر این صاحبی میکرد تولد میکنند و به کشه میپرتایند آخر تو به حال ما نظر کن دوست جانی هم زخمدار شده به بیمارخانه افتاده است حتی به عیادت او رفته نمیتوانم آخر دوستی این طور نمیشود آخر دستی ما را کی میکشایند عارف یک مرتبه دیگر بسنجید سنجیدن گیر برادر سنجیدن گیر لیکن زودتر دستم را کشا که دیوانه میشوم اگه تو به او اهمیت نده زودتر کشو زودتر برادر بسم الله الرحمن الرحیم بسیار زنجیری پرقوت بوده است زودتر گشاده شو کشیدن گیر نیست آخر احتیاط کن باز یک دقیقه ایست ای برادر یک دقیقه آرام ایستید مالش آخر من کار کرده ایستادم شد ما آرام هستیم فقط تو زودتر کارات را انجام ده من رفته با اون مادری زور از پسرش سلام میرسانم برو از نام من هم سلام رسان با فکری من تو هم باید روی و تو برای کار میخواهم دستم آدمانی تعیناتی مخصوص یگان ذره صبر و طاقت ندارن اپا جان آخر من محافظ دهاتی نیستم خدایا توبه باید خودت را به جای دشمن گذاری چرا اکا؟ از خدمات امنیت است برادر اهمیت نده دوام ده برادر کارت را دوام ده کمی دیگر مانده است کمی دیگر صبر کن کمی دیگر ماند
خداوند وقت و مکانش را میداند. خیریت که کودک نافتید. ساله تو در کجا بودی؟ دخترم با تو زنگ زده بود. ما با تو احتیاج داشتیم. تو باشی در خدمت دیگران میباشی. سعادت در رفت عملیات بودم. آدم هایم زخم برداشته بودند. یک دخترچه خردکک نیز زخم برداشته بود. عزیزم از برای خدا به من فشار نار. من در فکر خانه خودم میباشم. ساله وقتی که در خانه من آرامی نباشد پس غم و غصه بیرون برای من فرق ندارد. ساله صبر کردن نمیتوانستم. شکر کن. آخر گفتم که یک دخترچه خردکک قریب بود که در پیش چشمم هلاک میشد. دخترم برای من یک پیاله آب بیار. خوب شده است مادر جان. ساله قسم میخورم که اگر باری دیگر در وقتی لازمی در نزد ما حاضر نشوی کاری کردم رو در حقت میکنم. خودش چی گپ؟ از تو جدا میشوم. جدا میشوم از تو. استغفر الله. کارکنان تعینات یا مخصوص رحمدل می باشند. البته من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. بیا رفتیم. ای پسر خوشرویکی من، به خدا اگر چشمانم میدید به فکرم تو را نمیشناختم. بله با گذشت ایام آدم عوض می شود. خودم تنها ماندم. پدرت نیست، تو نیستی. تنها صدای تو برای من لازم بود. آخر خودت میدانی که چشمانم نمی بینند. راست میگوید مادر. از شما خیلی دور شدم. ببخشید مرا مادر. جانی مادر. نه من تو را خبر گرفته توانستم نه خودت آمدی پسرم. اگر دعای مادر را نگیری در کارت برکت نمی بینی. شکر که اکنون خودت آمدی. خداوند جانم را گیرد هم غم ندارم. به شما یک تحفه دارم. این روز و این ساعت را منتظر بودم. چرا خود رو پسر او خوندی؟ تو نقشه های مرا ویران نکن. مقصد من دل کمپی را خوش کردن است. تو دوام ده مایلش دوام ده. خدا را شکر.
دخترم کنی دستت رو به من ده. انگشترین ندارید، یعنی نکاح هم ندارید. یعنی خیلی مادر جان در فکرش هستیم. بخیر است؟ راست گپ بی نکاح گشتن شما را نمیخواهم. کو دخترم دستت را بینم. شرم ندار بده. کنی تو هم دستت را دراز کن. دراز کن، شرم ندار. دراز کن. بیایید مادر جان. انگشترین های من و پدرت، آنها را سالهای دراز برای تو نگاه می داشتم. تشکر مادر جان، تشکر. بسیار زیبا بوده است. من از صدایش فهمیدم که زیباست. دخترم مرا گوش کن. این پسری من کمی دیوانه می باشد. چیکار کردنش را نمی داند. دل او را بیاب. او را از تمام راه های بد محافظت کن. اطاعت مادر جون. ساله این حیاتی ما توبکای خیلی دوام میکرده باشد. سعاده جان کارهای آشخانه رو بس کن. رفته بخواب، استراحت کن. برای استراحت فرصت نیست. پگاه با کاری خانه به سری من میموند. در تولد اولم نبودی. حالا باشد حامله دارم و تو باز هم نیستی. هر روز هر شب از تنهایی بیزار شدم. آخر باز معلوم نیست که آیا تو صحت و سلامت به خانه بر میگردی یا نه. من دیگر نمیتوانم. جانکم در وقتی خانه‌دار شدنم آخر من در بانک کار نمیکردم کو. آیا با خواست خودت به مقامات امنیت نرفتی؟ مگر تو را مجبور کردن؟ گپی تو در همه جا میگذشت. آدم برین در اتاق کاریت نشسته کار میکردی. خیر این سخنها را بس کن. امروز خیلی مانده شده ایم. فردا سحر به خلاصه می آییم. ساله گپ رو به دیگر طرف نبر. فهمیدی؟ تو به کجا می گریزی ساله جان؟
شیرینکی من در کجاست؟ در کجاست دختر زیبای من؟ اوه جانی بیبی، این پدری کرنمکت با تو چیکار کرد؟ این پدری ناشودت با تو چیکار کرده؟ ای آفرین به شما خانم گلرو. چندین سال در امنیت کار کردم، اما مثل شما فشار تحقیرآمیز را کرده نمیتوانم. بس کن، باز گپ میزنی. دخترم در بیمارخانه در دم مرگ، تو با شیبه پروا میگردی. چرا در حال به من خبر ندادی؟ چرا؟ مادر خوش آمدی. خوش آمدی مادر جان. جانکی من. بس کن مادر، من صحت سلامتم. اگر یگان احتیاج پیدا شود به ما خبر دهید مادر جان. مرده است. مرد. گپ زنید. غمگین نشوید مادر جان. من حس کردم، فهمیدم. مادران با چشمی دیل میبیند. من فهمیدم. اگر چندین سال ندیده باشم هم در خوابم میبینم. مقصدم شما رو غمگین کردن نبود مادر جان. میدانم. خداوند شما رو در پناهش نگه دارد. نخواستید که من داد و فریاد کنم. برای همین اصلی واقعه را نگفتید. مادر جان، البته جای پسرتان را کسی دیگر گرفته نمیتواند، اما غمگین نشوید. ما هم مثل پسر و دخترتان هستیم. از این پس چه احتیاج داره تامین میکنیم. زود آمده از حالتان خبر میگیریم. مادر جان، خداوند نگهبانت باشد پسرم. دخترم، آدم خطا میکند، اما در خطایی کردش نباید یک روی کند. شد مادر جان. من تو رو نمیفهمم. این آدم را پلیس گفته احترام کردیم. مادر جان شد.
аммо ӯ ҳуқуқҳои туро поймол кард. аз баҳраш гузашта ҷонатро халос кун. хонум гулрӯ аз гуноҳи ҷудо кардани зану шавҳар наметарсед? солеҳбой, ин духтарро ҳайф кардӣ, фидои кору бори худат кардӣ. аз ин дида гуноҳи бузургтар мешавад. ту бояд ҳисобот диҳӣ. аз ин пас барои занам ва ҳам барои хонам аз шумо ҳисобот мепурсам. духтарам, ту чӣ фикр дорӣ? гап зан. оё ман ҳақ нестам? илтиҷо мекунам модарҷон, охиру шавҳари ман аст. фаҳмо, ту духтари маро аз роҳ задӣ. чӣ хеле хоҳед зиндагӣ кардан гиред, дигар кор надорам. модарҷон истед. модар, бо шумо ба куҷо? ҳатто ангуштаринҳоро ҳам нагирифт бечора пиразан. ростӣ бо пиразан хеле меҳрубон будӣ. ҳатто маро ба ҳайрат овардӣ. бале, модар будан дигар аст. чӣ хел фаҳмид? дилаш чӣ гуна пора пора шуд? бале. оё медонӣ ки ман ҳаргиз модар надоштам? яъне ӯ маро дар батни худ кашола карда ба дунё оварда буд. барои ҳамин меҳрубону муқаддас аст. аммо ман намедонам, намефаҳмам. ориф, гӯш мекунам. имрӯз вақте ки аз панҷара паридем, росташро гӯям, фикр кардам ки ман мемурам. тарсидӣ? ба фикрам мисли ту ҷасур нестам. аммо ту вақте ки ту маро муҳофизат кардӣ, тамоми тарсу ваҳмам бартараф шуд, мефаҳмӣ? нахостам ки туро аз даст диҳам. маро то ҳол намешиносӣ. баъзан барои шинохтани инсон як омили хурдакак кофист. чунон сухан гуфте ки бояд мақсади гапатро равшантар фаҳмонӣ. имрӯз бисёр рӯзи вазнин буд. бояд худамонро омода кунем. пагоҳ агар зид набошӣ, ҳамроҳ хӯрок мехӯрем. коркуни таъиноти махсус коркуни амниятро ба хорухӯрӣ даъват кардани ҳамин тавр не? яъне ту асли гапро каму беш пай бурдӣ. ман бошам барои амалиётро пеш бурдан даъват мекунам. яъне гуфтанӣ ҳасте ки ман хорухӯрданӣ нестам. аз мантиқи суханҳоят инро пай бурдам, аммо ба ҳар ҳол худат медонӣ. бисёр шахси махфӣ будаед. дар вохӯрии аввалинамон даъвататро қабул кардам. марҳамат. خدایا جستانم را دزدیدن.
برادر شما سوار بشوید یا نه؟ شما رفتن گیرید برادر رفتن گیرید جا میکنم جزدانم رو برد حاضر میارم خدا جان انتظار شوید وای خدایم وای جزدانم ده جزدان را برگردون میگویم هی بکی میگویم برگردون جزدان را اکای سلیمان جیگا یک دیوانه از خیلی من میوید ای برادر وقتی کاری من تمام شده است من کارهای دیگر دارم برا آوارو نکن زودتر جزدان رو برگردان کنی رو از اینجا گوش کن مرا دیوانه نکن زودتر جزدان رو برگردان تو نمیفهمی رو گفتم رو از اینجا آی سویر آی زیر من تو نشان میدم کنی سویا سویر میبخشید یگون خدمت است نه تشکر منتظر رفیقم میباشم کنی اینجا بیا حاضر من به تو نشان میدم اینجا بیا شد مایلاش شد خواب کردم اینجا بیا جزدان رو بیار میگم اینجا بیا بیشو میگویم زودتر بیار مرحمت شکر کنید وقت ندارم که شما را با امنیت ببرم اما افت و اندامتان را در خاطر گرفتم بار دیگر اگر با من روبرو شوید از خودتان گیله کنید ابله کنی کن شو خاله جان مرحمت برایتان تاکسی میدارم در حال به خانه روید احتیاط باشید خوب پسرم بسیار انسانی خوب مینمایی خداوند برکتت دهد دستی دشمن الهو شکند خداوند از تمامی بلای و آفت‌ها تو را نگه باشد آمین تشکر خاله جان تشکر به شما الها خداوند تو را در پناهش نگاه بیایید من دارد شما را با تاکسی سوار میکنم مالش رفته تاکسی این تحفه رو دادم برای روزی تویتان گرفتند یک جایم میدادیم اما حاضر با اون کس گپ زدم دیرتر میآیند به من گفتند که تو هدیه مادرت را بده دختر جانم با اخلاق شدی به دادم نیست تشکر بگو مادر جان مبارک شود
جونیوچه سومن سومن یک لحظه مرا گوش کن. آیا میدونی به سر من چی حادثه آمد؟ گوش کن، آخر به حال من یک نظر کن. این خودش چی گفت؟ میفهمم، اما به من باور کن تا به اینجا آمدن خیلی فکر کردم. برای دیر ماندنم عذر میخواهم. یوسفی گمگشته باز آمد به خانه. عذر میخوام عزیزم، رئیس آمده بود، این مجلس در نقشه نبود. آیا ما یگان روز در نقشه تو می در آمده باشیم؟ بخیر است جانم، خوراک نخوردی؟ این چیست؟ آیا برای من تحفه گرفتی؟ دخترم گفت که به مناسبت روز تویمون این توفه رو برای من تو گرفته ای. اما میبینم که تو از این بیخبری. یعنی چی؟ گمان کردی که فراموش کردم؟ خیر، واخوریتون خوب گذشت؟ امشب نیز استانبول و وطن رو تو نجات دادی؟ از برای خدا بس کن، از حد گذراندی. چرا همیشه به کارهای من دخالت میکنی؟ فهمیدم کمی دیر کردم، اما برای این خطایی کردم نباید وظیفه مرا تحقیر کنی، میفهمی؟ دل مثل شیشه است، همین که شکست مثل این قده پاره پاره می شود. دیگر هیچگاه یک جا شدن نمی تواند. مادر؟ چی گپ شد؟ دخترم، یگان گپ نشده است. قده از دستم افتید. پدر جمع می کند. گفتنگیر، من فراموش نکردم. کاش میدانستی که من تو را چقدر دوست میدارم. یاد داری در رفت عملیات از پنجره خودم را پرتافته خیلی ترسیده بودم. بله. وقتی که تو را محافظت کردم تو به من گفتی که ترس و واهمه گم شد.
وای کمی عجیب است اما گوش دارم. وای من یعنی گفتنیم که من از مرگ نمی ترسم. مرگ برای من یک چیزی مقرری است. بله معلوم است. من گفتنیم که هنگامی که ترسی تو گذشت من در حیاتم اولین بار اینقدر سخت ترسیدم. چرا ترسیدی؟ من برای تو ترسیدم. برای همین میخوام که همیشه همراه من باشی. همیشه با من باشی. با فکرم که انگشترین داده آن پیرزن سحرناک بود. نمیدانم، شاید همین خیال باشد. نمیدانم. بله شاید سراسیمه شدم، شاید کمی بر وقت باشد. اما گفتنیم که بیا دیگر این انگشترین ها را اصلا نبراری سمن. سلیم برادرت را تبریک کن، برادرت را تبریک کن. سلیم خانه‌دار میشوم، خانه‌دار میشوم. سلیم چی؟ چی خیل؟ چی خیل نگو سلیم، آخر گفتم که خانه‌دار میشوم. بیا درو. چی نفهم است؟ سلیم برادر خانه‌دار میشوم. هنگامی عملیات خادمی امنیت را در خاطر داری؟ سمن رو؟ بله از این پس او ینگه شما میشوم. برادر چی شد؟ آیا خورسند نشدی؟ البته خبری بسیار خوش است، یعنی حیران شدم. من هم حیران شدم.
باور کن چی خیل شدنش را، چگونه تکلیف خانه‌دار شوی را به او کردم، خودم حیرانم. این چیست؟ عذر میخواهم عارف، در سرم فقط همین فکر است. سوریه؟ بله، خودم مراجعت کردم. بعد چی؟ حاضر باشد، یعنی چه خیلی رفتنم رو نمیدونم. با کسی هم نگفتم. چشم من باشد اونقدر خوب نمیبیند، قریب که هیچ چیز رو نمیبیند. وقتی که بندش را گرفتن من هم دیگر پرسان نشدم. یعنی گفتنی هستی که صحت نشده است؟ تو چی ها میگویی؟ آخر من هیچ چیز رو نمیبینم، میفهمی تو؟ نمیبینم. چرا در حال نگفتی؟ فکر کردم که میگذرد، اما حالا باشد با این چشمانم چخیل به سوریه میروم. اسیران رو نجات داده نمیتوانم. اگر روم مثل کبک شکار میکنند. یگان چیز نمیشود. عارف، چخیل نمیشود. آنجا پشه پرزنند میبینند. اطراف همه یراق به دستان. سرت را بالا نکرده تو را میکشند. عارف، ده ها شهروندانی ما با زن و کودکانشان در آنجا اسیرند. آنها منتظر مددند. چرا نرویم ها؟ فهما خدای توبه، الکی خانه دار شوی عقل او رو از سرش برده است. و من گوش کن برادر، برای شخصان نابینا، پیرانسال و زنها رفتن به جنگ شرط نیست. مسخره میکنی؟ زنی خواستی دلت را یافتی، اکنون ما را مسخره کردن گیر برادر. بس کن از برای خدا. اگر به جای من میبودی چی کار میکردی؟ بعدی برگشتن میفهمانم. چی رو میفهمونی؟ سوریه رو. دوستم، من به سوریه میروم. با خواست خودم میروم. راست میگویی؟ البته راست میگویم دوستم. آخر ما نمرده ایم که. یک دقیقه است. آخر تو گفتی که خانه دار میشم، چه خیلی به سوریه میروی؟ خانه دار میشوم گفته از وظیفه دست نمیکشم، رفته برادران را خلاص میکنم. انا بعد مسئله توی خانه دار شوی را میبینم. چی گفتی برادر؟ ها؟ عارف برادر توپ رو نگاه کن. چشمونه که عارف دیگر نه توپ رو میبینه نه دروازه رو.
اکا ها اکا فهمیدیم مایل است تو بیاو بازی رو دوام میدیم بچه ها سلامت باشید بچه ها باید ما در این بازی غلبه کنیم کنی بچه ها کنی تو برای چی نشستی اونجا کنی سر کردیم ها بمانده آخر بمانده گفتم کو اگر این خیل عادت کنانی پس هر روز گل طلب میکنم وعده میدهم همین که وقت یافتم البته همین طور میکنم خرچی خواب ادامه دارد یا اینکه بیدار شدیم وعده خانه دار شدن جدی بود از فکرت نگشته ای؟ البته سامان با تمام هستیم راضیم پس حالا چی کار میکنیم؟ یعنی من در هیجان میباشم از این پس چی میشود؟ همه‌اش طبق خواسته همان میشود اما آیا یگون کمبودی هست؟ کمبودی نیو یک مسئله غیری چشم داشت پیدا خیلی یعنی؟ به من وظیفه نو دادند به سوریه میروم چی؟ بعد از 2 روز برای خلاص کردن برادران اسیرمان به سفر میبرایم یک لحظه تا جایی که من معلومات دارم تعییناتی مخصوص با خواستی خودشون کار میکنن اگر خودت نخواهی تو رو مجبور این وظیفه رو نمیدهند نیست من حتما باید بروم تو روزی که با من تکلیف خانه دار شدن رو کردی باز فرداش به سوریه رفتن رو میگویی چقدر میستی؟ تقریبا 3 ماه این کار رو میدونستی و با من تکلیف خانه دار شدن رو کردی؟ اصلا این وظیفه سلیم برادرم بود دیشب بعد از با تو صحبت کردن با خواست خودم وظیفه او را به عهده گرفتم همیخه بعد از تکلیف خانه دار شوی به این قرار آمدی؟ بله همیخه شد آخر او مشکل جدی دارد سامان برادرت چی مشکلی دارد؟ یعنی عین حال این را گفته نمیتوانم بسیار خوب از یکدیگرمان سیر و اسرارها را مخفی نگاه می‌داریم. سامان التجا میکنم. گوش کن آقای عارف، هر چی شد گذشت. شاید از هیجان،
شاید در رفتی عملیات هرچی نباشد اما ما خطای بزرگ کردیم. حالا که دیر نشده است این خطا را اصلاح میکنیم. فردا به فرودگاه میروم. وقتی که برگشتم همش را با خاص تو میکنم و حیات نو را آغاز میکنیم. چرا من این خیلی خطا کردم عارف نمیدونم. اما وقتی که خودت تنها به طیاره سوار شدی تو نیز خطایت را میفهمی. سومن وقتی رفتنت شد به فکرم نمی آید. به هر حال تا آخرین لحظه انتظار می شوم. اگر نهایت من از سوریه زنده بر نمی گردم. گوش کن به من مرگی تو نی بلکه زنده بودنت لازم است. احساسی نشو. بسیار سراسیمه شدی. به فکرت رفتار با اخلاق نکردی، خانه‌دار شدن خواستی. می آید. باید بیاید. چرا نمی آید آخر برادر؟ آخر ما یگان آدمی عادی نیستیم که. من تمامی هستیم را به میان ماندم. گفته بودم که بیا، قبول کرد. اگر او هم پلیس نمیشد پس میگفتم که خیر نمیفهمد. اگر پلیس هم باشد وای زن است. سلیم گوش کن، همین خیلی عرف عادت هست. سخنهای مرا خطا نفهم. اگر به من یگان حادثه رخ دهد سمن را صاحبی میکنی. گوش کن، اگر این خیل گفتن گیری من هم به طیاره سوار میشم. خیر شد فهمم. انا آن وقت توی را میبینی. آقای عارف سردار لطفاً به دریچه رقم 28 تشریف فرمایید. بار آخر اعلان میکنیم. آقای عارف سردار لطفاً به دریچه رقم 28 تشریف نمایید. انا برای تو اعلانی مخصوص کردن. فهمیدم. اکنون فهمیدی که نمی آید. عارف! 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 التجا میکنم صحت و سلامت برگرد. تویمان را در اینجا میکنیم.
بچه ها احتیاط شوید احتیاط شوید بچه ها بستر بستر کن بستر کن بیا رجب زودتر بیا پرونه آیسته زودتر رجب زودتر باش بیا رجب پرونه بکنید بچه ها نکفت پناه شوید نفرونه نپرونه از آشونه چارو بپرونه احتیاط شوید اونجا سنایپر کار میکنه نپرونه چارو بپرونه رجب با دو گروه تقسیم بشویم همین خیلی راه رو دوام بدهیم هدف اساسی ما همین است شما هر دهتان از طرفی راز رفتن گیرید آدمهای ما باید در تخخانه بمانند تو مردم را دور ببر من به انبار میدرویم در برآمد گاه میخوریم خوب شده است فهمیدم تو مردم را گرفته به طرف دیگر بیرو خداوند مددگارت باشد زودتر به این طرف زودتر احتیاط باشه رفتیم بچه ها آیسته آیسته با پیش از خبای من گرد نزنید انا و تو نزنید انا و تو نزنید با چی ما کرده برای چی ما رو میزنید از کجایه نه آخیر برای چی شما ما رو میزنید از کجایه با چی ما کرده چیکار میکنه اینجا چیکار میکنید بگویم خدا مددگار ما باشد خدا مددگار ما باشد خدایا خداوندا مدد کن خدایا مدد کن خدایا مدد کن خدایا مدد کن
خدایا مدد کن خدایا مدد کن مدد کن خدایا خدایا مدد کن برادران چه حال دارید؟ خوب هستید؟ خوبه برادران برایید زودتر برایید دوید و بیرون برایید زودتر برادران زود باشید ایست نجوم نجوم از جایت میپرونم یکم سفر به هر یکی ما مبارک شود مبارک خداوند جایی برادر عارف امیر را جنت کند پیغمبرمان محمد مصطفی شفاعت کند آمین خبری شهید آمد تابوتش از ما خیلی دور است
حقش نماز جنازه غیب میخوانیم. خداوند رحمت و مغفرت و جایش را جنت کند. آمین. پیروزی مبارک شود. مبارک مبارک مبارک. دیگر با کیم میگفتم؟ فکر میکنم موافق هم دیگر بودید. تشکر میگویم سرکمیسر صالح. به گمانم که اشیای زیاد هم نداشت، اما شما یک مراتبه دیده برایید. اگر یگان چیز لازم شود من در اتاقم میشوم. سومان گریه نکن. چرا همیشه چیزهای یافتم را از دست میدیم؟ چرا؟ تقدیر همین بوده است. از دست ما چی می آید؟ چرا گناه را به سری تقدیر میزند؟ برای تو شده به سوریه رفت، به جای تو آمرد. جانان بسار شدن برای مردنن. در اینجا سارای و ناله میکنی لعنتی. جان من یگان قیمتی هم ندارد. اگر از جانم هم بیزار شوم برای سومن شده بازم زندگی خواهم کرد. خدایا.
баъд аз таваллуди тифл масраф зиёд мешавад. солеҳ, чӣ кор мекунем? худованд худаш осон мегардонад. агар лозим шавад ба хориҷа барои кор меравам. пули зиёд медиҳанд гуфта боз ба афғонистон меравӣ? ё ин ки агар хоҳӣ ба сурия рав. ориф бар ин туро ҳам паронанд. ман бошам кӯдаконамро бепадар калон кунам. ба захмам намак напош. ин қадар воҳимаам накун. аҷал якест, тағйир намеёбад. ба ягон ҷой намеравӣ. аз пагоҳ сар мекунам. аз сари нав кор мекобам. майлаш, хуб мешавад. ту кор мекунӣ гуфта боз ягон хизматгор барои кӯдак мегирам. пули роҳ, пули хӯрок ва дигар масрафҳоятро ҷамъ кунӣ, аз маошат зиёдтар мешавад. аввал ки ҳисобҳои кардаат хато мебошад. бале, агар кор кунам хизматгор мегирам, лекин пулашро модарам медиҳад. ин маротиба хуштоманам ба ин масъала кордор намешавад. ӯ модари ман ҳаст. имконияти кӯмак кардан дорад. кори ту чӣ? ҳар кас ки ба ин хона медарояду мебарояд аз ман иҷозат мегирад. аз хуштоманам не. фаромӯш накун, хуштомани ту модари ман аст. мебахшед, як дақиқа шуморо мумкин? гӯш мекунам. илтиҷо мекунам, як акс гиред. майлаш мегирам. мебахшед табассум. бубахшед. бубахшед. шумо парешонҳол менамоед. чӣ? ҳа, узр мехоҳам. ин аксро ман гирифта будам. дар хотир дорам. имшаб наомаданд. узр мехоҳам. суман, суҳбат кардан лозим. он шаб дар ҷои ту ориф нишаста буд. ба ман таклифи хонадор шуданро карда буд. ана дар ҳамин ҷой. кош ман нею ориф дар ин ҷо мешуд. акнун дер шуд, Салим. дар амалиёти охирин, яъне дар амалиёте ки ту ҳам иштирок карда будӣ, духтур гуфт ки ҳолати чашмонат бисёр баданд. ман ба ин эътибор надодам. корамро аз даст додан намехостам. агар бо ҳамун ҳолат ба сурия мерафтӣ, имконияти зинда мондан надоштӣ. бале, мо бо ориф ҳамеша ба якдигар кӯмак мекардем. ман ҳам барои ӯ шуда ин корро мекардам. дар ҳаётам бори аввал шахси хубро вохӯрдам. таклифи ӯро қабул кардам. дар рӯбарӯям буд. фикр кардам ки тамоми ҳаёти ман тағйир меёбад. ғайр аз ориф ба дигар кас гуфтанӣ набудам.
وقتی که حال مرا فهمید بسیار زاره کرد. باور کن. چی تبریکی اومده بود؟ همون خیلی رفت. مثل بادی صبح آمد و گذشت و رفت. حتی فرصت نیافتم که او را خوبتر شناسم. مرا با امید کرد و پریشان حال کرد و رفت. سومن، تو برای من امانتی عارف هستی. چی حادثه ای نشود تو را مثل جانم محافظت میکنم. نترس. سلیم، عذر میخواهم. رفتن در کار. سومن، این فکر از کجا به سرت آمد؟ این خیال شدنش لازم بود. آیا با رفیقی که شهید شده است نیتی خانه‌دار شدن را داشتی؟ راست است؟ راست. آخر به تعیینات مخصوص گذشته چی کار میکنی؟ یا انتقامی او را میگیری؟ خاطرات شخصی دوست داشتم را احیا میکنم. وظیفه‌ای در اینجا بودت بسیار خوب است. به تعیینات مخصوص گذاشتن اختیاری است. تو بر این ختم کنندگان اکادمیا این وظیفه را نه آنقدر میپذیرند. اما اگر تو راضی باشی امضا میکنم. التجا میکنم سردارم. سلام. سلام. خواطر شدم. چی شد؟ اجازت گرفتم یک دو روز. با خواهش خودت به مقامات مخصوص گذاشتن میخواستی با شعبه ما. اگر یگان کمک لازم باشد آماده هستم. این روزها برایم خیلی وزنینند. اگر تو را ناراحت کرده باشم عذر میخواهم. اکنون فهمیدم که چرا عارف این خیلی قرار داد. اگر در حقیقت این رو فهمیده باشی عذاب دردی مرا سبک گرداندی. سومنی اکرم شموید؟ من میباشم. مرحمت. نوری دیده جانکم یکتایم. در تشنگی بیابان هر شب تو را خواب میبینم. زیبایکم
سومن جانم، امروز اولین روز من در شهر شام می باشد. نمیدانم که آیا تمام مکتوب های من به دست تو می رسد یا نه، اما هر روز برای تو نامه می نویسم. هر روز با دل و جانم، با تمام حسیاتم و واسطه کبوتر زیبا به تو روان می کنم. در اینجا تنها نیستم. صلاح الدین ایوبی، محی الدین عربی و از بلال حبشی تا شهدای کربلا همه در اینجا می باشند. یعنی در سرزمینی بیگانه نیستم. اینجا قدمگاه بزرگان ما می باشد. اما ببین که ظلم جان انسانهای بیچاره را قتل می کند. صدای داد و فغان زنها و کودکان دل مرا پاره پاره می سازد. چگونه ای که دلم برای تو می تپد، برای این مردم بیچاره در پیش است. از رحمت الهی امید دارم. انشاءالله این خونریزی، این فتنه، این جنگ تمام می شود و من صحت و سلامت برگشته با تو وا می خورم. مبارک شود. تشکر. مبارک باشد. تشکر. رسم میگیرم. تبسم. آفرین. من اومدم که با تو عهد و پیمان ببندیم. من با دشمنانم هیچ عهد و پیمان نمیبندم. شاید دوست شویم، اصلا با یک زبان سخن میکنیم. درخواستی من همین است که سلاح ها را از کجا، کی و از کی گرفتید؟ به من میگوید انا بعد تو را تا سرحد شمال برده آزاد میکنم. بعد 4 طرفت قبله. به هفتت یک نگاه کن. چند ماه شد که در عذابی، یگان کس به سراغ تو نآمد. اگر به پیشنهادی ما راضی نشوی، ما شکنجه را دوام میدهیم. اگر زنده مانی. کنی به من یک نگاه کن. این خیلی خسته شده است. اگر این آدم مرد، همه شما را میکشند. این آدم بسیار
шахсияти муҳим аст. کلیدро دهید. کلیدро دهید. همه به درون دارید. اکنون تو با من عهدنامه میبندی. دخترم من 1-2 ساعت کار دارم. تا اون وقت تو وظیفه خانگیت رو به انجام رسون. در یخدان سامبوسه است. مادر جون برای خوراک شام به پدرم خوراکی بولازت میپختیم خوب میشد. دختر جان آیا پدرت یگان مرتبه در وقت خوراک شام به خانه آمده بود؟ اگر زنگ زند بگو که مادرم به مغازه رفت. اگر یگان چیز لازم شود زنگ زن. مایلش خیر جانی اوچه. نباشد خودم خوراک تیار میکنم. اول مادرم گاز رو در میگیرند. بخیر از ظریف چی شد؟ سفرها بخیر. اکا مرا ببخش. اکنون من میروم. من دیگر قوت صبر و طاقت ندارم. عریضه خودم را با آقای مدیر دادم. خواه قبول کند خواه قبول نکند من میروم. برادر به کجا میروی؟ با تو چی شده است؟ اکا نمیبینی؟ هر روز چاه میکنن، هر روز ترکیش، هر روز آدم میکشند، هر روز خبر شهید رو میشنویم. پس از اکنون من به میدان میبرایم. تیرها را میسی دارو به آنها میخورانم. بی‌شرف ها. اکنون تو رسما وظیفه دار میباشی ظریف. این کارها با این راه حل نمیشود. اکا میروم. وقتی که من کودک بودم از زمین مینه ها را مثل کارتاشکا میچیندم. من اینجا بوده نمیتوانم، اینجا نشسته نمیتوانم. تلویزیون را میمونی اینجا ترکیش آنجا ترکیش. اکا باید یگان کس پیش راهی آنها را گیرد. ای ظریف کنی یک نفست را راست کن. آخر حاضر با مدیر. الو فورا با اونجا می آیم. ای برادر التجا میکنم نجات دهید. التجا میکنم. ظریف حاضر می آیم. اکا خوب هستی؟ چی شد اکا؟ ظریف حاضر می آیم گفتم که. ببخشید که شما رو انتظار کردم، اما مادامی که شما حاضرم اینجا هستید نتیجهش رو گپ زدن میخواد. اصلا مدتی که شما کار نکردید این به فایده شما نیست، اما به هر حال شما بر این کارگر به ما لازم است. هیچ گپ. مرحمت. بسیار خوشحال شدم. من در حقیقت میخواستم که باز از نو در یگان جای خوب کار کنم. جواب ده. جواب ده. جواب نمیدید. نمیکشاید. زنگ میرود اما جواب نمیدید. خانه هم جواب نمیدید. برادر زودتر های کن. زودتر های کن ماشین را. حاضر میرسیم.
رودیت گفتم حکیم چی شد حکیم خانه میسوزد چی سوخته باشه акаи соле дар хона ягон кас буд мошини оташнишон ҳозир омад саодат ту дар куҷоӣ соле чӣ шуд ором шав чаро дод мезанӣ охир ту дар куҷоӣ баъд аз 5 дақиқа дар хона мешавам асабӣ нашав майнаш худоро шукр ки дар хона нестам худоро шукр ягон ҳодисаи нохуш шуд хайрият ки шумо дар хона нестед бори аввал аст ки ин қадар хурсандам азизам ҷонам чӣ хел дар хона нестем нозия дар хона аст соле нозия дар хона аст хона месӯзад чӣ хел нозия дар хона аст хона месӯзад соле ту чӣ кор мекунӣ нозия дар хона аст соле нозия дар хона аст соле нозия ман мекушоям майлаш ҷонакам داده بودم گفته بودم که اگر همین که فرصت پیدا شود هر روز به نزد تو با گلدسته می آیم عزیزکم کی آمد؟